اقیانوس فقط یک قطعه آبی نیست، یک دنیای ناشناخته است با قوانینی که ما هیچ کنترلی رویشان نداریم. در سطح آب همه چیز آرام و دوست داشتنی به نظر میاد. دلفین‌ها، لاک‌پشت‌ها، عروس‌های دریایی، انگار طبیعت لبخند میزنند. اما فقط 100 متر پایین‌تر همه چیز تغییر می‌کند. اینجا دیگه خبری از آرامش نیست. جاینت استینگری‌ها، نهنگ‌های قاتل، شکارچیانی که یک اشتباه کوچک می‌تواند آخرین اشتباه زندگی‌تان باشد. حالا به 323 متر می‌رسید، جایی که رکورد جهانی عمیق‌ترین غارنوردی انسان ثبت شده است. فراتر از این نقطه، بدن انسان دیگر مهمان ناخوانده است. در مسیر بازگشت با موجوداتی روبرو می‌شویم که انگار از سیاره دیگر آمده‌اند. خرچنگ‌های عنکبوتی ژاپنی، بزرگترین بندپایان زنده جهان، با پاهایی که می‌توانند 1 متر رشد کنند. اما ترس واقعی هنوز شروع نشده. در 1000 متر عمق وارد منطقه‌ای می‌شوید که به آن می‌گویند منطقه نیمه شب، جایی که حتی یه ذره نور خورشید هم هرگز به آن نمی‌رسد. نه صدا، نه رنگ، فقط سکوت مطلق. و درست در همین تاریکی ابدی، انسان ممکن است با موجودی روبرو شود که 120 میلیون سال است روی زمین زندگی می‌کند. موجودی که قبل از دایناسورها اینجا بوده و احتمالاً بعد از ما هم خواهد بود. اقیانوس فقط عمیق نیست، اقیانوس ترسناکتر از هر کابوسی است که تصور می‌کنیم.